این دختر اهل اوهایو ادعا کرد که خدمتکار کلئوپاترا بوده و خاطراتش به طرز وحشتناکی واقعی بودند. در سال 1963 در شهر آرام اشفورد اوهایو دختری به نام امیلی به دنیا آمد. از سنین کم او چیزای عجیبی میگفت که والدینش نمیتوانستند توضیح دهند. در 4 سالگی امیلی به مادرش گفت من قبلا در مصر زندگی میکردم و خدمتکار کلئوپاترا بودم. والدینش خندیدن و فکر کردند که این فقط تخیل یک کودک است، اما امیلی دست بر نداشت و هر روز این را تکرار میکرد. با بزرگتر شدن امیلی خاطراتش واضح‌تر شدند. وقتی 6 ساله شد میتوانست به زبان نمادهای مصر باستان بنویسد و نقاشی کند، با اینکه هیچکس به او یاد نداده بود. او درباره کاخ سلطنتی صحبت میکرد، انگار که آنجا زندگی کرده بود و از بوی عطرهای غنی و کف‌های سنگی بزرگ توصیف کرد. وقتی امیلی 18 ساله شد والدینش او را سفری به مصر بردند، اما هنوز مطمئن نبودند که چه اتفاقی در حال رخ دادن است. وقتی به اهرام بزرگ رسیدند امیلی از میان تالارهای باستانی عبور کرد، انگار که قبلا آنجا بوده است. او به اتاق‌های اشاره کرد که هیچ کسی دیگری از آن خبر نداشت. از راهروهای مخفی عبور کرد و اتاق‌های پنهان را توصیف کرد. در یک لحظه امیلی جلوی یک اتاق کوچک ایستاد و گفت اینجا جایی بود که من می‌خوابیدم. والدینش شوکه شدند چون هیچ نشانه‌ای از چنین اتاقی در هیچ توری نبود. چند روز بعد آنها یک مقبره مخفی در یکی از اهرام پیدا کردند. داخل آن یک خدمتکار مومیایی شده با لباس‌های خاص پیدا کردند که دقیقاً شبیه امیلی بود. مقبره بدون علامت بود، اما بالای آن نمادی بود که امیلی از کودکی می‌کشید. والدین امیلی نمی‌توانستند آن را توضیح دهند. بعضیا باور دارند که او در زندگی گذشته‌اش خدمتکار کلئوپاترا بود و دوباره برای راه رفتن روی زمین تناسخ پیدا کرده.